گنرال سید امیر ظهوروف 66 ساله که از بیماری قلب رنج می برد اخیراً پس از یک جراحی وزین در هندوستان صحت یافت و به تاجیکستان برگشت. حالا با وجود آثار بیماری همچون مشاور شرکت مخابراتی بیلاین فعالیت می کند. سید امیر ظهوروف از چهره‌های معروف دولتی سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز 31 می به رادیو آزادی گفت که یک جراحی وزین را پس سر کرده است و هنوز هم آثار درد قلب را احساس می کند. وی گفت برای شفای کامل باید یک مدت در خانه بماند. ظهوروف گفت او را برای کار به شرکت مخابراتی در مرحله دعوت کردند که بعد آزاد شدنش از کار در مقام آخرین رهبر سراداره حفظ سر دولتی نزد حکومت تایسان در فوریه سال 2016 بازنشسته شد. قبلا آوازه های پخش شد که سید امیر ظهوروف مدیر کل بخش تاجیکستانی شرکت دیگری مخابراتی تیسل انتخاب شده است، اما در صحبت با رادیو آزادی خود ظهوروف این را رد کرد و گفت که این گپ‌ها حقیقت ندارد. یک سال اخیر بسیار ساکنان دوشنبه سید امیر ظهوروف را خیلی زیاد در خیابان‌های شهر می‌دیدند که صبحگاه‌ها پای پیاده به سوی شرکت مخابراتی به کار می‌رفت. آنهایی که ظهوروف را از نزدیک می‌شناسند می‌گویند حتی در سال‌های رئیس کمیته امنیت بودنش هم گاه‌ها تا جای کارش بی ماشین پای پیاده می‌رفت. 20 سال پیش در دوام 2 هفته ماه فوریه تاجیکستان بیش از پیش در مرکز توجه رسانه‌های بین المللی و هم ساختارهای انتظامی قرار داشت. همین حادثه ها به قول برخی کارشناسان سید امیر ظهوروف را برای بسیاری ها به حیث یک شخصیت ناترس به نمایش گذاشت. در آن حادثه برادر قماندان سرکش رضوان صادروف، بهرام صادروف که از جنگیان جبهه مخالفین محسوب می یافتند، گروه های ناظران سازمان ملل و ژورنالیستان خارجی را به گرو گرفت. در پی مذاکرات برای آزاد کردن آنها سید امیر ظهوروف خود را هم تسلیم جنگیان کرد. بعد مدت رضوان صادروف و زیردستانش هم کشته شدند، ولی این عمل ظهوروف را هیچ نفری از شاهدان شرکتداران این قضیه گروگانگیری فراموش نکرد. خود ظهوروف در رابطه با آن حادثه در مصاحبهش با رادیو آزادی در سال 2016 گفت من وظیفه‌ام را اجرا کردم، مسئولیتی که به دوش داشتم موافق همان عمل کردم. در مسئله اشغال طولانی یک کرسی رهبری کننده از جانب مقامدار گفته بود که یک شخص منصبدار اگر 90% کوشش حرکت را برای اجرای همان کار وظیفه خود دهد در همان 4-5 سال خسته می شوی و دیگر هیچ کار کردن نمی توانی. و در ادامه گفت از ترک مقام کردن ترسیدن لازم نیست. 100 سال هم باشد یک روز می روی، مثل مرد باید قبول کرد.